رسالت وطنداری از ناحیه فیض‌آباد شام 15 فوریه در تلویزیون بهارستان همچنین در سایت های جوانان نقطه تیجی و بختیار پرا منظور شما می گردد. فیض خیزد دایما از خاک فیض‌آباد من. دستاورد و مظفریت‌های زمان صاحب استقلالی در این گوشه زیبای دیار. روند کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال سزاوار از جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال وطن. رشد بامرام سمت‌های معارف، تندرستی، فرهنگ و ورزش در مد اول. حیات سالم به ورزش وابسته است. توجه کودکان و نورسان به تربیت جسمانی و ورزش دستاوردها نظررسند. اشتراک و غالبیت خوانندگان در آزمون و المپیادهای جمهوریوی و بین المللی. فیض‌آباد از ثمر استقلال وطن باز هم زیباتر می گردد.